سلام، وقت همگی بخیر. این اولین درس از دوره‌های لانگیندوی فارسی در زمینه طراحی وبسایت‌های تجاری هست که انشالله در خدمت شما هستیم. همونطور که از عنوان درس پیداست، این درس درباره اینه که برنامه‌نویسی وب چیه و چطور میتونید اون رو یاد بگیرید. مطالبی که این درس انشالله به شما آموزش داده میشه مطالب پایه هست و میتونید از اونها برای حالا توسعه وبسایت ها، حالا چه وبسایت های تجاری چه خدماتی، سایر وبسایت ها استفاده بکنید. انشاءالله در طول این دوره و دوره های بعد من کم کم تمام دوره هایی که مرتبط بشه به این درس و این فرایند رو به شما آموزش خواهم داد. خب بریم سراغ درسمون و درسمون رو ببینیم. اولین سوال ما اینه که خب اصلا برنامه نویسی وب چه چیزی هست و برنامه نویسی وب چه کار میکنه. برنامه نویسی وب یک شاخه از برنامه نویسیه که هدف اون و تمرکز اون روی نوشتن، نشانه‌گذاری و کدنگاری برای تمام فعالیت هایی میشه که برای توسعه وبسایت یا وب اپلیکیشن ها به کار میرن. حالا تفاوت وبسایت و وب اپلیکیشن چیه و چه شباهت های و تفاوت هایی دارن رو انشاءالله تو دورهای آینده بیشتر باهاشون بحث میکنیم، ولی ما اینجا فعلا سه کلمه نوشتن، نشانه گذاری و کدگذاری رو هدف اصلی در واقع به برنامه نویسی وب پروگرامینگ میدونیم. قدم دوم در واقع وب پروگرامینگ به مجموعه برنامه‌هایی گفته میشه که این برنامه‌ها برای بخش کلاینت و سرور سایت نوشته میشن. حالا کلاینت چی میتونه باشه؟ از گوشی موبایل، لپتاپ، پی سی، نمیدونم دیوایس های مختلفی که به اینترنت وصل میشن، تا سمت سرور که انواع سرورها و مخازن داده و مراکز پردازش داده رو شامل میشن رو میتونید توی این مقوله قرار بدید. ما در زمانی که داریم در واقع وب پروگرامینگ میکنیم خیلی از اوقات ترکیبی از کلاینت و سرور سایت رو همزمان پیش میبریم. البته خب شاید تخصصهای خیلی نزدیک به همین نباشه، ولی حالا تو دنیای امروز هم که خب به خاطر وجود لایبرری ها و کتابخانه ها و فریم ورک ها اینها بسیار از هم متمایز و متفاوت شدن. با این حال هدف اصلی وب پروگرامینگ توسعه برنامه هایی که یا سمت کلاینت یا سمت سرور بتونن به ما جواب بدن. ما از زبان‌های مختلفی برای توسعه در واقع وب اپلیکیشن ها و وب سایت ها استفاده می‌کنیم. HTML که خب ساختار اصلی رو به ما میده، CSS که برای استایلهی استفاده میشه، جاوا اسکریپت هست که برای توسعه حالا اسکریپت و افزایش تعامل ها به کار میره، PHP که در واقع تو سمت سرور سایت قرار میگیره، پایتون و انواع اقسام نرم افزارها مثل جاوا و اسپی و غیره هم هستن که اونها هم سمت سرور قرار میگیرن. ولی تو دنیای کنونی PHP، جاوا اسکریپت، CSS و HTML 4 زبانی هستن که فوق العاده پرکاربرد هستن و هر روز هم کاربردهای خیلی زیادی ازشون شاهد هستیم، به خصوص جاوا اسکریپت که این چند ساله خیلی توسعه زیادی هم پیدا کرده و قسمت بک‌اند هم اومده. خب ما وقتی که داریم برنامه نویسی میکنیم سمت کلاینتمون رو در واقع سمت کلاینت رو اگر بخوام اینجا نمایش بدم یا سمت فرانت اندمون رو با سه تا زبان برنامه نویسی HTML، CSS و جاوا اسکریپت توسعه میدیم. فرانت اند یعنی چه؟ فرانت اند همون نرم افزاری هست که شما روی مرورگر خودتون باز میکنید. وقتی وارد یه وبسایت میشید، آدرس وبسایت رو که تایپ میکنید یک سری از داده ها و محتواها به شما نمایش داده میشه. اینها رو ما بهش میگیم فرانت اند یا قسمت جلویی سایت یا قسمت کلاینت سایت، قسمتی که کاربر نشسته. ما به اینها میگیم در واقع سمت فرانت اند. HTML، CSS و جاوا اسکریپت در واقع زبانهایی هستن که برای این قسمت به کار میرن. بحث HTML ما یعنی این قسمت HTML درسی هست که در طول این دوره ما درس برنامه‌نویسی رو باهاش شروع میکنیم و بعد رفته رفته زبانهای سطح بالاتر رو فرا میگیریم. سمت سرور سایت که اغلب کاربر نمیبینه و اغلب شما نمیبینید، جایی هست که اطلاعات رو برای شما میفرسته. حالا وقتی که شما به یه اپلیکیشن مثل اینستاگرام، تلگرام، مرورگر، موتور جستجوی گوگل، حتی شبکه اینترنتی معمولی محلیتون که در واقع اینترنت ازش تهیه کردید متصل میشید، یک سرور، یک پردازنده داده وجود داره که اطلاعات درخواستی شما رو پردازش میکنه. این قسمت رو ما با زبانهای توسعه برنامه دیگه مثل PHP، پایتون، ASP، جاوا و همون در واقع جاوا اسکریپت توسعه میدیم.
اینها هم زبانهای بک اند هستند. زبانهایی مثل در واقع جاوا اسکریپت هم در قسمت فرانت و هم در قسمت بک اند استفاده میشه و یک زبان دوگانه هست. البته در درس‌های آینده خواهیم دید که این اتفاقها با تفاوت‌های ایجاد میشه که اون رو حالا در جای خودش صحبت خواهم کرد. خب بریم سراغ قسمت بعدی. چجوری میتونیم در واقع وبسایت یا در واقع برنامه‌نویسی وبسایت‌ها و وب پروگرامینگ رو یاد بگیریم؟ راه‌های متنوعی برای این موضوع وجود داره، ولی خب طبیعتاً یکی از راه‌ها وبسایت‌هایی هستن. حالا وبسایت‌ها چه فارسی و چه انگلیسی که شما میتونید ازش استفاده بکنید. یوتیوب چنل‌ها هستن که انواع اقسام نرم افزارها رو در اختیارتون قرار میده و شما میتونید از اون نرم افزار در واقع برنامه‌های کورس‌های آموزشی مثل همین کورس استفاده بکنید. دوره‌های آموزشی که فک و فرامون روی اینترنت هست، هم رایگان و هم پولی که میتونید خریداری بکنید. اساتید خیلی خوبی هم دارن تدریسش میکنن. کتاب‌ها هم به صورت PDF و هم چاپی تو این زمینه بسیار منتشر شده، میتونید اونها رو تهیه بکنید. مقالات علمی در زمینه برنامه نویسی البته زیاد در زمینه حالا بیس برنامه نویسی و وب پروگرامینگ نیست، ولی مقالاتی تحت وب منتشر میشه که میتونید اونها رو بخونید و با اونها آشنا بشید. و در نهایت تمرین خودتون به بهترین راهکار هم تمرین و جستجوگری و ممارست خودتون هست که انشالله بتونید به نتیجه برسید. یکی از سوالهایی که همیشه از من میپرسن اینه که آقا ما میخوایم برنامه نویسی وب رو یاد بگیریم، آیا نیاز هست که حتما ریاضیات خوبی هم داشته باشید؟ نه، نیازی به یه همچین کاری شما ندارید. گرچه شما شاید توی آینده مثلا اپلیکیشن ها یا وبسایت هایی رو بخواید توسعه بدید که نیازمند این باشن که یک منطقی رو بین مثلا یا یک مثلا فرمول هایی رو رعایت بکنن. مثلا یه برنامه حسابداری رو توسعه بدید، خب طبیعتا بعد به علم حسابداری یکم آگاهی داشته باشید. یا مثلا میخواید برید برنامه نمیدونم یه برنامه گرافیکی، یه توسعه بازی، یه برنامه هوش مصنوعی، یه برنامه پردازش مثلا نمیدونم اعداد و ارقام رو میخواید توسعه بدید. خب اینجا بحث چی میشه؟ بحث لوژیک در واقع اون المنت ها و منطق بین اون الگوریتم ها میشه که خب طبیعتا شاید ریاضی رو بخواد، ولی بیس کار در لول در واقع بیسیک ما به ریاضیات احتیاجی نداریم و شما میتونید بدون داشتن ریاضیات خوب یا مهارت خوب در واقع یاد بگیرید. یادگیری بچه‌ها برنامه نویسی مثل یادگیری شطرنجه. همونجوری که اینجا هم گفتم، شما میتونید مثل بازی شطرنج منطق ها رو اول یاد بگیرید. حالا شاید زیاد اون منطق ها تابعی از ریاضیات نباشن، ولی منطق باشن. مثلا x y z مثلا فلان رفتار رو نسبت به هم دارن که بعد انشاءالله تو دوره ها میبینید بعضی از عناصر توی چیدمان صفحه ها رفتارهای خاصی رو از خودشون نمایش میدن و شما میتونید تابع اون رفتارها رو در واقع تنظیم کنید. سوال بعدی که خیلی از من میپرسن، آقا چقدر طول میکشه تا ما برنامه نویس حرفه‌ای بشیم؟ ببینید، حرفه‌ای شدن بستگی به خودتون داره. حرفه‌ای شدن مرزی نداره. ما چیزی به اسم برنامه نویس حرفه‌ای نداریم. حتی اون وقتی هم که میگیم برنامه نویس سنیور داریم یا جونیور داریم یا میدل داریم، در واقع اشاره ما به یک سطح یا مدرک یا یک دوره آموزشی خاصی نیست. بیشتر ما اشارهمون به یک توانایی در برنامه نویسی هست. یعنی طرف بتونه خیلی منطقی و خیلی عمیق سوالها، پرسش‌ها و بحث مسائلی که براش پیش میاد رو، اون چالش‌ها رو حل کنه. پس شما میتونید ظرف 6 تا 9 ماه سمت فرانت اند رو، نرم افزاراش رو یاد بگیرید و باهاشون کار بکنید و یه دانش خیلی خوب داشته باشید. تو سمت بک اند شاید کار یکم بیشتر طول بکشه، چون مباحث دیتابیس هم اضافه میشه. علاوه بر اون تا شما کمی بعد فرانت اند هم یاد بگیرید، ممکنه بین 9 تا 12 ماه طول بکشه که شما سمت بک اند رو یاد بگیرید. اما بعد از اون 2 تا 3 سال تجربه ورزی و کارورزی تا یادگیری کامل نیاز هست. اما به این معنا نیست که مثلا کسی که توی برنامه نویس ابتدایی بگه خب آقا چون مسیر 3 سال است پس من میگذرم و میرم کنار. نه، همونجور که تو آموزش های بعدی خواهید شما از روز اول که برنامه نویسی وب رو شروع میکنید، از همون خط اول میتونید به وب اپلیکیشن و به وبسایت خودتون هم شروع بکنید. اینجوری نیست که مثلا خودتون رو ناامید بکنید. اما کار مستمر، کار عمیق، کار در واقع با مطالعه و جستجوگری، کاری که با اشتراک دانش و بهره گیری از دانش دیگران باشه،
طبیعتا بعد از 2 تا 3 سال شما به یه جایگاه خیلی خوب تو برنامه‌ها میرسید. من یه فیدبک بزنم به ریاضیات. گرچه ریاضیات اساس اصلی یادگیری برنامه نویسی نیست، اما شما میتونید با خوندن ریاضیات منطق خودتون رو قوی بکنید. خب و این منطق کمک میکنه که چالش ها رو بهتر حل بکنید. الزاما شاید نیازتون نباشه، ولی مثل یک فوتبالیستی که بدنسازی کار میکنه، شما میتونید برنامه نویسی باشید که در واقع ریاضیات هم میدونه و این کمک میکنه به حل بهتر مسائلتون. دوره‌های آموزش ریاضی هم که دوباره الا ماشاءالله روی بستر اینترنت انواع اقسامش کتاب و وبسایت و برنامه آموزشی مختلف هست که انشاءالله من تا تو دوره‌های بعدی سعی میکنم تو ویدیوهای بعضی از این دوره‌ها رو به شما معرفی بکنم. خب یکی از چیزهایی که از من میپرسن که خب آقا این دوره آخرش به کجا ما رو میرسونه؟ ببینید ما کار خودمون رو با HTML شروع میکنیم، کمی به شما CSS درس میدیم و بعد به سراغ جاوا اسکریپت میریم. این یک مسیر طبیعیه که شما هر کدوم رو که نیاز داره اول بفهمید که مفهوم زبان بعدی رو بهتر درک کنید. بعد از اون ما میریم سراغ کتابخونه jQuery و بعدش بوت استرپ که خب یک کتابخونه فوق العاده پرکاربردی هستن این دوتا و خیلی از وب اپلیکیشن ها همچنان دارن از این در واقع این دو کتابخانه استفاده میکنن و فریم ورک البته. بعد از اون میریم سمت بک‌اند و کمی PHP و ما در واقع MySQL هم میخونیم و سعی میکنیم مفاهیمی مثل بانک داده، مثل API، مثل کار کردن همزمان بک‌اند و فرانت اند رو هم چک‌اوت کنیم، یاد بگیریم و بعد وارد کتابخانه وردپرس میشیم و اون رو هم یاد میگیریم. چرا این مسیر رو ما میریم؟ علتش اینه که من میخوام شما کم کم بفهمید که یک محصول تجاری رو چجوری میشه استخراج کرد. یعنی حالا گرچه شاید حالا وردپرس خیلی از کارهای برنامه‌نویسی رو حذف میکنه، شاید شما مثلا شاید وقتی که به عنوان برنامه‌نویس حرفه‌ای باشید یک سمت کار بیشتر نباشه، یا فرانت باشید یا بک‌اند، ولی گاهی اوقات داشتن یه دید 360 درجه رو اتفاقاتی که میفته خیلی کمکتون میکنه تو دیزاین های بعدیتون. گرچه ما همیشه در واقع تو یک سمت خیلی خوبیم، یعنی تو هر دو سمت شاید سخت باشه، مخصوصا با توسعه نرم افزارهایی که هر روز داره سرعت میگیره، واقعا تو هر در واقع فول استک شدن و یه برنامه نویس دو سویه شدن که هم فرانت و هم بکش خوب باشه واقعا این روزها سخت شده، مگر اینکه فرد واقعا زمانهای زیادی رو هم به مطالعه و هم یادگیری و هم کار در واقع تو این زمین‌ها در واقع انجام بده. با این حال رسیدن به قله وردپرس هم توی بحث تمش و هم تو بحث در واقع پلاگین هاش کمک میکنه به شما که بتونید یک دید 360 درجه اولیه داشته باشید. اگر عمری کفاف داد، زمانی بود و وقتی بود، ما به سراغ کتابخانه‌های حرفه‌ای مثل ریاکت، مثل لاراول، مثل ویو جی اس، مثل پایتون و غیره هم میرید. شاید حالا بنده در خدمتتون نباشم، اساتید دیگر رو دعوت میکنم که اگر خواستن ویدیوهاشون رو به اشتراک بگذارن که اونها رو هم بتونید یاد بگیره. ولی اینجا نقطه و انتها و ابتدای برنامه نویسی نیست. شما هر کدوم از این زبان‌ها رو میتونید پیش اساتید مختلف و با منابع مختلف یاد بگیرید. هدف یادگیریه، نه تعهد به استاد یا کتاب یا دوره. هدف ما اینه که شما اینها رو بتونید خوب یاد بگیرید. خب بنده علی زکایی هستم. تقریبا از سال 2015، حالا قبلترش هم فعالیت هایی بوده، ولی اگه بخوایم فیکس بکنیم از سال 2015 به صورت در واقع حرفه‌ای رو زمینه‌های دیجیتال مارکتینگ، در واقع توسعه وبسایت ها، فعالیت های پردازش داده دارم فعالیت میکنم. این چیزی که در اینجا دارید میبینید حاصل آره تجربه تقریبا 8 تا 10 ساله یا حتی بیشتر هست که در واقع داریم اینجا به شما به اشتراک میگذارم. امیدوارم که مفید باشه، امیدوارم که براتون بتونه نتیجه بخش باشه. تو ساعت‌ها و دوره‌های بعدی باز هم بیشتر و بهتر میتونیم با هم فعالیت کنیم. همونجور که می‌بینید سایت لانگیندو، شبکه‌های مختلف در واقع اجتماعی که با این آدرس لانگیندو فارسی آندرلاین فارسی هستن و هشتگ‌های لانگیندو فارسی و لانگیندو فارسی لاتین میتونن در واقع برای شما به کار گرفته بشن تا بتونید ما رو پیدا بکنید. منابع آموزشی، نمیدونم وبسایت ها و سایر اطلاعات رو هم در واقع میتونید در این منابع پیدا بکنید. من هر چی که حالا جنبه کپی رایت نداشته باشه، جنبه عمومی داشته باشه، مثل همین دوره‌ای که خودم در خدمتتون هستم،
رو سعی میکنم اینجا به شما معرفی بکنم. اگر وبسایتی بود، آدرسی بود، منابعی بود، چیزی هم بود که میتونم بهتون معرفی بکنم، توی گروه ها، توی تلگرام، توی همین ویدیوها، توی بلاگ وبسایت و توی حالا صفحه‌های مختلف برای شما اعلام میکنم. اگر که انشاءالله حالا فرصتی دست داد باز هم دیگه رو میبینیم. ویدیوهای بعدی ما هم انشاءالله پر میشه، در خدمتتون قرار میگیره. شما میتونید از در واقع با عضو شدن تو این شبکه‌های اجتماعی هم از انتشار ویدیوهای بعدی اطلاع پیدا کنید. مثل همیشه لایک و زنگوله هم که یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید، به اشتراک هم بذارید، به دوستانتون هم اطلاع بدید. انشاءالله تو دوره بعدی در خدمت شما خواهم بود.